سلام عزیزم. سلام علیکم. خوش گردی. خوبی؟ قربونت برم. بدات شد. خیلی دیر اومدی؟ خب باید سب کنی. صدام زد. حال شما چطوره؟ قربونت عالی. مزاحمت شدم فرمودیدم خیابون بودی؟ آره یه مقدار با این حجم از محاسن و ریش توجه نمی‌کنن به ریش. آره. تو چه خبر؟ قربونت برم. ما امروز اومدیم دنبال بریم یه نیم ساعت 45 دقیقه با هم دیگه حرف بزنیم و گپ و گفتی کنیم. قربونت ان شاءالله. خلاصه عشق و حالی بکنیم و این داستانا. منم از شانس خوب یا بد تو بنزینم تمومه، یعنی همزمان که داریم میریم به سمت پمپ بنزین من از تو چند تا سوال باش. خب علی، تو الان در این لحظه که به عنوان مدرس شیمی داری فعالیت میکنی، میشه بهم بگی از کجا شروع شد کلا قصه تدریس تو، معلمی تو؟ آره خیلی هم جالب اتفاقا. من تو دبیرستان که بودم، دبیرستان کمال درس خوندم تو شرق تهران. بعد یک کلاس المپیاد واسه ما گذاشته بودن. المپیاد رایگان بود، چون مثلا 40-50 تا بچه‌ها تو المپیاد شیمی مثلا اول شرکت کردن. بعد یه به مرور یه مثلا زده شدن، درسشون سنگین‌تر شد دیگه نیومدن. بله. بعد تعدادمون رسید به 3 نفر. محل اولم قبول شدیم ما 3 نفر، برای محل دوم المپیاد یهو مدرسه گفت آقا واقعا دیگه ظلمه که ما بیایم از پول مدرسه فقط برای 3 نفر خرج کنیم. همین بعدش پولیه. اگه بخواد کلاسش مثلا المپیاد بذاریم بعد شهریه بدیم. شما 3 تا باید پول کلاس المپیادتون رو بدید. بعد منم دوست نداشتم اصلا واقعیت برم به بابام بگم آقا الان یک پولی که عقب نمایید نشده است الان به مخارجمون اضافه شده. من گفتم آقا من نمیتونم بیام، اگر رایگان باشه میام، من میخوام افتخار باشم برای مدرسه‌م و اینا، ولی دیگه آقا هر کاری کردیم گفتن آقا نمیشه. بله. بعد رفتم با مدیرمون یه پیشنهاد دادم، گفتم آقا بیا یه کلاسه، اون موقع سوم دبیرستان بودیم، مثلا الان نبود دهم 11ام 12ام، میشه معادل 11ام 11ام الان باری کرد. آره. بعد گفتم آقا من برای بچهای سوم دبیرستان خودمون که 11امی باشیم، برای امتحان نهاییمون من بیام به بچهای همسن خودم یه کلاس بذار بهشون یاد بدم، پولی که از اون راه می‌خواستی مثلا به من بدین بده برای المپیاد. آره. بعد مدیرمونم گفت در واقع تو رفتی به یه سری دانش آموز درس بدی که پولش بشه پولی که قراره یکی بیاد به تو المپیاد شیمی درس بده. دقیقاً. بعد مدیرمون تو ذهنش احتمالاً این بودش که بابا این که نمیشه اصلا. احتمالاً نمیگیره، ولی من نگم نه. آره. شاید هم اینجوری نبوده، دوست داشته واقعا این اتفاق بیفته. آقا ما رفتیم سر کلاس و معلومه که قبول نمیکنن یکی هم پایه مثلا فکر کن توی میز با هم نشستیم، از الان قراره من به تو درس بدم به عنوان یک کلاس اضافه. همین الان هم اگه معلمی دانش آموز اختلاف کنید از یه حدی مثلا کمتر باشه ممکنه آره در نیاد. آره. بعد هیچی رفتم تو کلاس، مدیرم گفت اگه گرفت باشه، اگه نگرفت هیچی. رفتم سر کلاس گفتم ببین یه نفرت من شروع می‌کنم درس دادن، یه نفرت حرف نابجا بیمورد بزنه که بگه این کلاس خوب نیست، بیرون ببین میگیرم جرواجرت میکنم. خیلی یعنی با تهدید. یا اگه مثلا ناراضی هم بود در هر صورت مجبور بود که چون زندگی من این وسط درگیر. آره درگیر. آقا یه جلسه رفتیم با تهدید، خدا وکیلیش پوریا از جلسه دوم اینا خودشون دوست داشتن باشن و بالاترین نمره نهایی مدرسه هم میانگین نمرات تو درس شیمی اون سال. یعنی تو اولین تجربه تدریس حتی پیش از پایان تحصیل دوران مدرسه متوسط دوم. خب بعدش هم که دیگه دانشگاه و نه عجیب‌تر از اون نه یه اتفاقی تو سال پیش دانشگاهی ما افتاد، یعنی معادل 12. من توی یه انتشاراتی خب انتشارات کمک آموزشی نیست، انتشارات دانشگاهیه. خب کتاب شیمی عمومی یک دانشگاه تألیف کردم. تو که به بچهای دانشگاهی بودم، هنوز نرفته بودم دانشگاه. خب کتاب اجازه دارم اسم انتشارات رو بگم؟ آره انتشارات اندیشه سرا الان سرچ کنی هست. کتاب شیمی عمومی یک، آزمایشگاه شیمی عمومی یک و آزمایشگاه شیمی عمومی 2. خب اندیشه سرا مال بهزاد پاکرو. آره چرا؟ بهزاد داماد ماه. نه به جان مامانم. تو نمیدونستی؟ میدونی معلم المپیادی که دارم میگم همین آقای بهزاد پاکرو بود. آره. پس دیدی بله میکنم، پس نوه خاله عمه تو میشه شوهر خاله داماد ما. چقدر عجیب. حالا خب من اون کتاب تألیف کردم. خب بعد ما سال بعدش کنکور دادیم، به عشق زیادی که به شیمی داشتم میتونستم رشته دیگه هم برم، شیمی رو انتخاب کردم، دانشگاه سراسری رفتم. شیمی رو انتخاب کردم رفتیم دانشگاه. آقا ترم 1 آزمایشگاه شیمی عمومی 1 داشتیم. خب
دارم با حرف میزنم دارم به تو گوش میکنم، دارم به این صف بنزینم همزمان نگاه میکنم. خود از اولم به من تو نه بیا ناراحت نشو. رفتی انتشارات سر شیمی عمومی یکیشو نوشتی. آره خب رفتیم دانشگاه، خب آزمایشگاه شیمی عمومی 1 برداشتیم ترم 1. خب رفتیم تو آزمایشگاه، استاد یهو این شکلی کرد گفت بچه‌ها ما 20 ساله از رو کتاب فلان تدریس می‌کنیم، امسال اما تصمیم امسال گرفتیم یه کتاب جدیدی اومده خیلی کامل‌تره، خیلی شکیل‌تره، جای آزمایشاش تکمیل‌تره، توضیحاتش تکمیل‌تره، امسال از رو این میریم. که شد کتابی که داشت. آره فکر تو کن من قبل از این که برم دانشگاه یه کتابی تالیف کردم که وقتی ترم 1 رفتم دانشگاه استادم گفت اون کتاب میشه مرجع. اوه. من از شدت ذوق اشتباه کردم، از شدت ذوق گفتم استاد، گفت بله. نویسندش منم. گفتم ببخشید این کتاب مؤلفش منم. گفت حالا یعنی گرفت چی؟ رو تو. ببین تا آخره اون لیسانسی که من از شیمی گرفتم این از من متنفر بود، چون داشت چیزی رو درس از می‌داد تو همین دانشجو تریبون نوشته. از همین تریبون اعلام میکنم اوه. خدا بگم چیکار کنم. پس آره. این جالبه، هم مدرسه هم دانشگاه همه اینا آره. اتفاقی پشت سر آره، هم کار سریالی خدا چیده بود. شده. آره کار خدا بود. خب آره. یه چیزی که علی در مورد تو من برام خیلی جالبه و خیلی سالم هستش که الان با تو دوستم و افتخار دوستی برای فدا. من هست. علی تو واقعا میتونم بهت بگم توی لحظه و من به نظرم جز مهارت معلمیه ها، فدات. جز مهارت معلمی کلاس داری و کلاس جمع کردن. یعنی بله. تو مثلا یه جو بدی رو باید یه لحظه خوب بله، کنی، بله، یه بله. حال بدی رو باید خوب کنی. بله. یه دانش آموزی اگر که توی کلاس حضوری یهو بلند شه، یه بله. حرفی بزنه، بله. یه واکنشی باید بدی که همون واکنش درخور باشه، هم کلاس از دست خارج نشه و همه این ویژگی‌ها تو هست و من حالا اسمشو میذارم مدیریت کلاس و بداهه‌گویی. بله. تو واقعا بداهه‌گوی خوبی هم هست. سلامت باش. یعنی در کنار علم و دانش و تواناییات خوش صحبت. فدات. من این چالشو دارم با بچه‌ای که با همکارایی که میان اینجا انجام میدم، با خب. تو از این چالش‌ها داره چون صف بنزین آره، طول آره. می‌کشه. من میخوام زنگ بزنم یکی دو تا آگهی دیوار آگه و با دیوار اینها میخوام صحبت کنیم. خب خیلی جدی، خیلی عادی و طبیعی. من این آگهی‌ها رو قبلا انتخاب کردم. یعنی یه چیزی باید بخریم ازشون یا چیزی باید بخری یا آره خریدنه، فروش نیست، حالا یه خریده. سوال واقعا بخریم یا نه؟ باش صحبت کن، سعی کن قیمت رو بیاری پایین، سعی کن ببینی شرایط آگهی چیه، شرایط اون چیزی که میخواد بفروشه خب، چیه. اگر یه خواهش، جان ببین من نمیخوام مثلا حالا جانوازا نکشم، ولی مثلا نمیخوام حالت مزاحمت باشه، اگه شد بخریمش. یه نفر ولی هست بخر خود جان من بخر. یه نفر هست جزوه گذاشته، جزوه معلم شیمی تو، آها نوشته جزوه شیمی استاد محمد علی مومنزاده که بفروشه که بذار آره برای فروش. کار بدی میکنه این جزوه رو بعد اینو مثلا تاشو در بیار کتابای ببین که مثلا مثنوی و اینا بعد بذاری رو بذار تاقچه. خوابش کن. من نگو نمی‌شنوم. دبیرم ها، نگو دبیرم ها. شما جزوه گذاشته بود برای درس شیمی برای فروش. الو سلام، احوال شما خوبین؟ ببخشید مزاحم شدم. ببخشید صداتون خیلی ضعیف میاد. یه جزوه گذاشته بودی برای فروش. جزوه استاد مومنزاده رو من میخواستم، دارین؟ خب بعد عرضم بود چند تا مطلب که شما کدوم شهرین؟ کرجه. خب خیلی خوب، میتونیم بابت اون جزوه بیایم اونجا بگیریم. بعد ببین در حد جزوهش نوعه استفاده اصلا نشده؟ خب چرا استفاده نکردین؟ جسارتا ببخشید. درس نخون. بعد یه چیز من مزاحم شدم، از چیزی ناراحتیم یه ذره؟ نه عرضم به حضورتون میخواستم ببینم من اگه بشه اینو میخوام ورش دارم، اصلا میخوام توش هیچی نوشته نشه، حتی یک کلمه. خب یه چک میشه حتما ولی بکنی قبل اینکه من راه بیفتم، نه اونجا بگین مثلا این ورش اینجوریه اونجاش حالا این یه چیزی نمیشه. اسم و فامیل هم روش ننوشتی؟ هیچی؟ خب هیچ. و قیمت چند گذاشتی؟ 1 تومن؟ آقا خود مومنزاده 1 تومن؟ نمیدونم. یه تخفیفی اگه بخوای به ما بدی دیگه هم خب شیمی چیز دیگه نداری مثلا ارزون‌تر؟ هادیان فردی چیزی مثلا؟ هادیان فرد رو با 400 500 هم من قیمت دارم. اگر برو همونو بخرید. چرا اینجوری کرد؟ چرا اینجوری کرد؟ برو همونو بخر. آره هادیان فرد فرشاد 500 400 اینا میدن. خیلی کار بدیه.
ببین برو این کار- همونو. نه، خب یه دقیقه وایسا. این کار اسمش مزاحمته. خب ولی خیلی حال داد. خیلی حال داد. میگم چیز کن، آه. بذار من زنگ بزنم ازش کمتر بگیریم. نه ولش، ببین این 1 تومن گذاشته بذار سر خودش بخوره به سنگ. علی یه سوالی که از همه معلم‌ها میپرسن، میگن بچه‌ها از اون طرف که هستن در کلاس برگزار میشه خودشون خب بالاخره اینو میگم به خاطر مشقت کار شما. بله. اینجا من جورایی وظیفه‌م هست که کار شما رو هم که سخته بفهمونم. قربونت. بچه‌ها در صورت توی روزی مثل امروز انقدر هوا گرم توی تابستون با قطعی برق با قطعی اینترنت هزار تا مشقت و مشکل، مثلا میایم کلاس آنلاین، آقا اپراتورا بیان، همه بیان، بله. سر تایم کلاس شروع بشه و همه اینا رو سعی میکنیم لحاظ بکنیم. بله. بعد یه پیام توی یه چت میتونه کل اون انرژی که تو گذاشتی و بله. همه اون وقتی که گذاشتی رو خراب کنه. آره. تا حالا چه پیام هایی توی چت به آره. پستت خورده که ناراحتت ببین کرده؟ قبلش من یه چیزی بهت بگم. ببین از لحاظ ضریب هوشی، یعنی هوش به مطلقاً به حافظه کاری ندارم. بله. حافظه هم جزوی از هوش زیر مجموعه است میشه. فقط هوش، همین درک سریع یک موضوع. بله. من مطمئنم میتونم بهت قول بدم من کودن‌ترین آدمیم که تو زندگی دیدی. یعنی همین الان اگر یه چیز جدید بیاریم جلو ما بذاریم، من 3 سال طول میکشه بفهمم، تو 5 دقیقه متوجهش میشی. حالا نمیدونم چه ولی دست نفس. نه واقعا همینه. ولی پشت کار من انقدر زیاده که تو اینو متوجه نمیشی. یعنی تو میری خونه شب میگیری میخوابی، من تا صبح بیدار میمونم اونو یاد میگیرم، فردا کله تو رو بخوابونم. آها. میفهمی چی میگم؟ یعنی میگی سعی میکنه با پشت آره. کار جوره اونو آقا من آره. بکشم. و یه چیز دیگر رو در نظر داشته باش، چون خودم این شکلیم خیلی درک میکنم اگر یه نفری یه سوال نامربوط راجع به چیزی که من توضیحش دادم دوباره ازم بپرسه. چرا میگم؟ مثلا من میرم بانک، خب یارو تو بانک به من میگه که مثلا یه کاری دارم، میگه اینجا و اینجا رو امضا کن، این مشخصات بس، اینو بس، اینو خالی بذار. قطعاً من بهش اون خالیه رو پر میکنم. قطعاً جون. یعنی یادم میره چی گفت. خب یعنی همون میگه از دوباره پرسیدن میپرسم. سوال بچه‌ها ناراحت نمیشه. اصلا حتی اگه ولی سوال حالا- خیلی خب بذار من الان آه. نقش دانش آموزی داشته باشم باش. ببینم تو واقعا چیز نمیشی. کلاس الان ساعت 1 ساعت و نیم ازش گذشته. خب تو 1 ساعت و نیم سکیوریتی درس بله. دادی. بعد 1 ساعت و نیم من آنلاین شدم. استاد میشه دوباره توضیح بدید یه مرور سریع از روی 1 ساعت و نیم قبل داشته باشی؟ یعنی این تو پیغام تو چت میاد. آره دیگه تو چتی که ازت خب. این میخواد. آره بهش این شکل خیلی این اتفاق میفته. خب دیگه همین. من خیلی کوتاه تو 10 ثانیه خب. میگم چون حق همه است نمیتونم میسو دوباره بگم برو بازپخش ببین، ولی همه رو این کارو میکنم. یعنی دلم نمیاد کسی رو ول کنم، باورت نمیشه. آره. و یه چیز دیگه هم که دارم تو میبینم عیناً، من اینو میگم همه جا. آره. تو خیلی خوش صحبتی. فدات شم. یعنی بداهه‌گویی به یه طرف، خوش صحبتی یه طرف. زنده باد. من به شوخی بچه‌ها میگم علی یخچالو به اسکیمو میفروشه. واقعا معتقدم این کارو میکنین. من یه دونه موز دارم اینجا، تو باید به من ثابت کنی و سعی کنی قانع کنی منو. بیشتر موز دارم ولی اینا رو برای بعدیا گذاشتم که تو باید قانع کنی من رو که بله. این موز ارزش خرید بالایی درست. داره. کلا هم 2 دقیقه تایم داری. الان 16 آره. و 31 دقیقه است که داریم با هم صحبت بله. کنیم. 16 و 33 دقیقه من این موز از تو باید خریده باشم. 3 2 1 شد. میخوای بفروشم به این؟ میتونی میخوای بفروشم؟ دوربین نمیذاره میگیره. آره میخوای بفروشی بفروشون. آره باش آره. بعد. آقا زدم. آقا ببخشید ما معذرت، نوش جون ما 1 کیلو موز خریدیم. خب خریدیش کیلو چند؟ قیمت خورده روش نگاه نکردم. قیمت رو دقیقه نگاه کن. الان نگاه می‌کنم. هر 5 تاش 1 کیلو، یعنی میشه 200 گرم. درست؟ وزن 1 کیلوش 400 تومان. 400 تومان میشه. تشکر کنین از این سوپرمارکت‌های بله. آیا اونجوری؟ آره بله. کار قویه. اوکی. خب این 410 تا مثلا ما آب خورد، دقیقاً. یعنی کیلوش. کیلو. خب 5 تاش 1 کیلوه. دقیقاً. خب من الان به شما ایستی بگم، الان شما تو این گرما وایسادی، قبول داری قندت میفته، پتاسیم بدنت داری عرق میکنی، پتاسیم بدنت کم میشه، درسته؟ خب حالا این موز الان یه دونش میفته دونه 80 تومان. درسته. خب بله. یه آفری برای امروز گذاشتیم. خب آفر ما داریم 10% تخفیف برای خریدار اول. بعد اگه تازه بخری تو قرعه کشی 1 عدد 206 پایان شهری بر ما هم شرکت میکنه. یه موز دیگه. آره. بعد تا 1 سال نفر اول اینه، نفر دوم 1 سال موز خونهشون ماماست. نفر سوم 1 سال موز خونهشون با نفر چهارم بدبخت. نه حالا خارج از شوخی، این 1 کیلوش 415 تا. اگه همین الان
اگه همین الان خرید کنی یک عدد چاقوی تیبل میت سب، یه موزه دیگه هم داریم آره. یک عدد چاقوی تیبل میت سب، اوکی. آره بهتون هدیه میدیم. هر یه دونش میفته 80 تومن. همین الان 60 تومن فروش دارم. هستی یا نه؟ 60 میفروشم. والا به عنوان یک حقوقدانی که تا فوق لیسانس درس خونده، بابا خفه. چیزی که شما دارید میگید الان شاکلش به ازدواج میخوره تشون. بعد نهایتش اینه که چون دستتون خسته میشه من بله. تشکر میکنم ازتون و این موزه میگیرم. موزمون خب پس این یه موزه واسه همکارتون. و همه جاتون واقعا ماچ کرده. عشق منی، دمت گرم. مرسی از آقا خدای خوب برسه. قربونت برم. قربونت برم. فداک ما شم. واقعا در حال ضبط یه برنامه هستیم. اوکی. خب بعد ایشون از من خواست که شما سعی کنی موز رو بفروشی. اگه نتونی بفروشی یا ازت بدزدن، خب باید 50 میلیون تومنشو بدی. که این اتفاق افتاد. آره الان من باید 50 میلیون تومن بدم. شما راضی؟ والا از اونجایی که کجا رسیدی؟ فروختیم موز. 2 تا موز فروختیم. مشخصه که از اینجایی که این خودش مدیریت خونده. بله 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 بله. چی؟ حقوق. حقوق خونده. بله. آقا دمت تنت گرم. سالم. تنت سالم. درتون ساله. از اونجایی که اون کوچشونو گرفتن، خب برام میشه. داریم زفت. بوقت بذاری. همین قصه ببین منظور مال خوردن موزه. دار خوردن فقط. آقا بریم فقط زفت رو قطع کنیم بریم. من عاشق جفتتون. فدات قربونت شم. برم من. چاکری. عزیزم چاکری. دمت قربونت. گرم. فدات شم. زنده باش. مرسی عزیزم دمت گرم. این موزه در حد پول اجرت بنزین زدن به نفعمون شد. الان فروختمش یا نفروختمش؟ یه جورایی فروخت. آره دیگه اجرتتو کم کرد. خب دیدی؟ نخریدی مشتری. حالا ببین یه دونه دیگه نداری دیگه. ببین یه یعنی دونه موزه نگه تو دارم. چقدر هزینه کردی واسه این برنامه. یعنی 1 کیلو هم نخریدی، 2 تا خریدی. یعنی بودجه‌ای که گذاشته بودی تو حقم. محدوده. اگه اشتراک الباس چنده؟ حالا من میتونم یه کار دیگه با تو کنم. چیکار کنی؟ پیش فروش یه سری پیش موزه. فروش موز داریم. ها یه ماهه با سود علل حساب 16%. ایران خودرویی. آره. ولی فقط آخرش ممکنه بگیم موز نداریم، خیار داریم. خیار بهتون آره، میدیم. خیار با بهتون. غیر قرعه. آره غیر قرعه. خب علی میگم تو با هم دیگه که تو دفتر صحبت می‌کردیم و اتاق دبیرا حرفی زدیم بله. و اینا، چرا جزوه منو خالی گذاشته بود؟ با چند تا دیگه چرا جزوه منو خالی یه صفحه هم ننوشته بودی توش؟ یعنی من فهمیدم هیچ فایده‌ای نداره. خب بفهم. آقا ما توی اتاق دبیرا و معلما که میشینیم صحبت میکنیم، بله. هر کدوم از دبیرای ما یه چیزایی رو دوست دارن، یه بازیایی رو، یه سری موزیکایی رو علاقه‌ای دارن که بله. آقا واقعا این شأن معلمیشون ایجاب میکنه که این سایدشون رو نتونن بله بله. رو کنن. قبول داری؟ بله بله. مثلا همین خود تو یه سری موزیکا گوش میکنی دیگه قطعا. بله که بله بله. اگه فردا جلو دوربین باشه، حتی اگه یکی بخونتش هم برو نمیاری که اصلا میدونستی چی بود. بله. یا بازی میکنی، بازی چیزی انجام میدی؟ ببین اهل هابی سرگرمی. عملاً از وقتی که روشا به دنیا اومد آخه به ما اضافه الان شد. 1 ماهه. الان 4 ماه. 4 ماهه. خدا بعد حفظش کنه. من خیلی چیزا تغییر کرد در زندگی. همون جوری که یک بار دیگه وقتی سوگل به زندگی من اضافه شد و با هم ازدواج کردیم، یه سری از مدل های من تغییر کرد. یعنی الان دیگه عمو مومن بابا مومنه. آره. آره. شوهر مومنم. شوهر مومن بود. خب آره. ببین مثلا اینو بهت مثال بزنم. مثلا من علیرضا قربانی خواننده رو نمیشناختم. خب سوگل اومد تو زندگی من. علیرضا قربانی دوست داشت و من به عشق سوگل گوش اونم دادم و گوش. الان خوشم میاد ازش. باشه. درسته؟ بله. قبل از ازدواجم خب تو میدونی من 2 تا رفیق خواننده دارم. خب بله. ولی حالا اسمش هم نگیم. خب نامبر وانم. ولی مثلا اونا که رفیقم بودن به واسطه رفاقت باهاشون رو بذاریم کنار، خب یه سری آهنگای دیگه هم تو ماشین گوش میدادم، مثلا تو ضبط تو خونه میذاشتم گوش میدادم. خب آره. خب ببین حالا ها. من یه تفریحم ها. خودم شخصا تو خونم آره. بدون اینکه بخوام جلوی دوربین یا به کسی بگم، اینه که آقا من یه دستگاه دارم، از این دستگاه اینجا میکس و مستر میکنم آهنگا رو با هم دیگه. آره. آه. من خیلی دوست دارم این کار، علاقه‌مندم من یه بهش. بار گفتی خریدی. آره. اون موقع که گرفته بودم آروم میگفتم ببینم واکنش آدما آره. چیه، مثلا توش یهو مثلا آقا ببین واقعا اینجوریه که میگه تو نویسنده کتابی، دکتری، آره، پزشکی، آره، فلان. آره.
دیجی گریت واسه چیه؟ آره ولی باحاله. ولی باحاله، دوست دارم. آره. من اونو امروز آوردم. خب و چه جاله. الان یه جا زیر یه سایه میزنیم کنار. خب من 2 تا رپ میذارم، آها. 2 تا آهنگو به هم میخوام وصل بکنیم. تو آره. بعد تو باید رو یکیش بخونی. نه یعنی یکیشو من فقط ملودیشو میذارم، آها وکال نداره، صدا آره. نداره. آها تو باید بخونی، فهمیدم. اون یکی رو وصل میکنم به این. حالا اون دومیه دیگه هنر خودمون میخوام باشه. بریم یه جا. چه باحال. ولی تو یه کری هم یه بار برای من خوندی. کی تو وقت داشتی ام سی رو یاد بگیری؟ خیلی جالبه برای من. تو خیلی یکی از شلوغ‌ترین آدمایی هستی که من تو زندگی بعد از کلاس‌های شب امتحان ولی خیلی جالبه که این وقت گذاشتی. آفرین بهت. دوست داشتم واقعا. آفرین بهت. و یه کری هم واسه من خوندی قبلا. کری هم یادته اون موقع که رفتی PS5 خریدی؟ فیفا آره. آفرین. رفتی گفتی من رفتم دستگاه آره. خریدم فلان و بسال و بهمان. من هنوز نخریده بودم. آره. گفتی که آقا دیگه نشستم پای بازی و از این داستانا و یه رفیق داشتی گفتی نمیدونم مربی آره حسن فرجانی. آره تیم ملی بازیکن. نه مربی چی که مگه بازیکن خیلی خفنیه فلان. پس باز اون بیشتر ولی اگر وجودشو داری آره. ببین چون داره دوربینا ثبت می‌کنه. داره لاتی صحبت لاتیشو دارم پر میکنم. من تا نه من کنده. اگر انقدر سر حرفت محکم هستی بله. الان نزدیک جایی هستیم که سمت خونه منه. من بساط فیفا همه چیم به راهه. ببین میخوام یه جمله بگم بریم با این. نمیتونم چون قابل پخش نیست. بله تبدیلش میکنم میگم بگو. به همه جات آسیب میزنم. ستون فقرات، آره دست، حالا پاچه، بالا پایین. سر. خیلی آره. خوب الان پس بریم اون رپر رو بگیریم. بریم. بعد از رپ دقیقاً باحال. بذار در پارکینگ خونه ما بگیریم. باش در پارکینگ خونمون هم هر چی سر و صدا بکنه همسایه آسیه. باش بعد یه چیزی بهت بگم. بعد جان. از کجا رفتم دستگاه دیجی گرفتم. من همسایه هم یه پیرزن بنده خدا گوشش سمک داره نمیشه. پیرزن مجرده؟ پیرزنیه که من ندیدم تا حالا همسرشونو ولی رفت آمد دارن. مبارک به بنده خدا پول دارن دیگه نمیدونم تنها زندگی میکنه اونجا. بنده خدا به نظر من از که اینا میدونم بچه- تو خسته شدی از پول در آوردن با زحمت کشیدن مامان شکری. خب باش هر شود آره این بنده خدا گوشش سنگینه. ما رو همین گوش سنگینش در واقع آره. بیش از همه یه چیزهای دیگه حساب کردیم. آره و ببینن هر شبی که مثلا ساعت 2 شب اینو تا ته زیاد میکنم فقط یه بار کلا یه مرتبه در آره. اومد به عنوان همسایه‌گری شما هم شبای صدای احساس میکنید. گفتم بله مادر شبا پدافند میزنه. آقا رسیدیم اینجا من بساطو عقب پهن میکنم. باش یه رپم از تو بشنویم بعدش هم بریم فیفا و که به شب بله نخوریم. خب ببین اینجا بند و بساط همه چی آماده. چه خفن. آره خب ببین این از خودته؟ از شماست. چه خفن. قربونت برم. مبارکت. هر کدوم از همکارا که اومدن یه خب. دونه بیت ما براشون گذاشتیم و روش خوندن. حالا یکی دوست داشته یکی دیگه رو دیس کنه، یکی دوست داشته قوانین کلاس خودشو بگه. تو قانون کلاس خودت بگو. آقا اگر یه نفر این کارا رو مثلا بکنه این کنسله. من یه موزیک کنسله واسات میذارم. کنسله همون که معروف شده. آفرین. تو روی این قانونا بگو. بریم. خب وایس لحظه. فکر کن. یو به جا کنسلاش دیگه. به جا کنسلاش تو بگو. آره. تو بگو چی کنسل. فهمیدم. حله. بریم. خیلی خوب. آماده؟ بذار من بیتم آماده کنم. 3 بذار دختره حرفشو بزنه بعد بگو. دختره کدومه؟ اینجا پایین کنسل، ایرانسل باشه کنسل، ماشین چینی کنسل، مدل و بلاگر باشه که قطعا کنسل. کی به بابا؟ امیری یه فیک کنسله اسکی ایردریک کنسله آفلاین ببینیش کنسله، اراتشی بریش کنسله، کلاس فرشاد ببینیش کنسله، همایش نبینیش کنسله. همین من دنبالمون جد کنسله اله یه کوکو کت کنسله بریم بالا فیفا. 3 تا صلوات. بریم فیفا. بریم.
آقا من پی اس جی تو خب. رئال، تیما همه با هم باز فیر و نشین، برابر. باز باش نشین، درسته بذار دست خرابرم دادی به من. خب بذار من استوب کنم. برو ببین من نکن بگو. مال این حرفا نیست. باش. تو اسم 4 تا بازیکن رئال از حفظ بگو به من. تو اصلا بگو ببینم فوتبال چند تا بازیکن اینور بازی میکنن چند تا اونور. 2 تا این پی اس جی منم. عثمان برو بابا دمبله. برو بابا. عثمان این دمبله. سیاهی کی بود اسمش؟ در حد رنگ پوست فقط میتونی نجات پرستو بزن. دمبله بابا دمبله. داش بهتره. برو بابا. بذار بازی شروع شه. مهمون دعوت کردی یا؟ یکی آهنگو میذارم بکمون. بابا مال من پاسش علی خرابه. ببین گذاشتیمش رو 3 دقیقه، میدونی که یعنی ببین تو مربی حد چقدر دقیقش کمتر باشه به نفعته. قبول داری؟ ببین تو مربی تو فیفا مگه بازیکن تیم ملی نبوده؟ آره. شهاب گل محمدی. خجالت بچهای نمی‌کشی؟ باشگاه سیسیلی سلامشو از همینجا من میرسونم. بعد فکر کن من فیفا کلاس حضوری میرفتم. میشه حرف نزنی وسط؟ میخوام حواست پرت شه. خب داشتی چرا این تیم میگفتی. ملی جام بازی میکنه؟ پاس رو بعد- عقب به دروازه‌بان میدی؟ بعد حالا میدونی چه جوری ما داستان یا. قصه دوستیمون شد با شهاب؟ برام خیلی مهمه. مگه مهم نیست که نه بگو بزنم تا بگو بهت نه بگم. نه غلط کردم بگو. چون شاید بعدا میخوای باش کلاس بری. شهاب من میخواستم آها. یه مدت داشتی میگفت. دنبال این بودم که چیز کنم، یه کار متفاوت بکنم 5 برای دقیقه خودم. است میخوای تعریف. بعد نخوای نمیذاری گل بزنم. بعد گفتم چیکار کنم چیکار نکنم. گفتم برم فیفا یاد بگیرم. بعد زنگ زدم به بعد زنگ زدم به این دوستمون، گفتم کلاس حضوری خصوصی فیفا میخوام. نخندید به؟ چرا؟ بعد اول فکر کردم مثل این آگهیا بود زنگ می‌زدیم دیوار مزاحم می‌شدیم. ها فکر کرد احتمالش هست که همچین چیزی باشه. خب بعد تا موقعی که نیومد نفهمید که من واقعا دنبال همچین کلاسی بودم. و گفت من آنلاینم دارم. ای وای من وای. یس وای. حساب بازی اینجاست. بشین حساب میزم. حواسمون پرت کردیم. خب داشتی میگفتی 3 ساعته داری یه خاطره رو تعریف کنی. من نمیفهمم اصلا این خاطره ته نداره. خب الان بذار یه گل بهت بزنم تا بقیه‌اش بعد. چی شد په خاطرت؟ ها؟ دمبله الان بهت خاطره. عثمان ببین اراده کنم گل میزنم. آره. نیازی هم به این که مثلا مقدمه چینی کنم و اینا نداره. بعدم دارم احترامتو نگه میدارم. چه احترامی 2-1 جلویی؟ این بی احترامی بیشتر. 2 روز دیگه بالاخره دانش آموزا اینجا میبینن. وای بدبخت شدم. بیا جلو. آه بابا این دروازه‌بانه یا دروازه‌بان تیم رئال میدونی دروازه‌بان کدوم تیم ملیه؟ بیرانوند نداره؟ اگه گفتی دروازه‌بان تیم رئال. خب دروازه‌بان کدوم تیم ملی فوتباله؟ بابا میدونم با ایران بازی داشت. همه رو میدونم. بگو خب بگو. بلژیک. آفرین. خب این دمبلت- بازیکن سیاه چرده گل سوم. بابا این دمبلت یه مقدار سیاه‌تر از واقعیت. این نامردیه. نزدم دیگه نامردی بود نزدم وگرنه جلو وای میسی. گل سوم میتونستم بزنم. عزیزان همیشه بازی فرپلی مهمه. آقا شما شاهد بودی گل سومو این نیمه اول. این چیز تو حیوانات تو زیست خوندی. خب لاشخور تو کدوم دسته قرار خب ببین میخوام جرواجر تحویلت بدم. کاش فرهاد رفیقم آورده بودم. دعوا مگه اومدی من حسابی فوتبال. بریم برای سومی. ببین مال این هفته نیستی. خب آها برو که رفتی. برو 2 رو داشته باش. بعد دمبله دقت می‌کنی اینجا هم نه هست. این دمبله نیست تو کوری. اینا عینک هر کی سیاه فکر کنه دمبله. این آفسایده. مثلا تکون نمیخورم. آفساید بازی چی آخه؟ اوف
ببین اصلا رنگ پیرن دروازه‌بان من نیمه دوم دیدی؟ امباپه تو جام جهانی چند گله شد میدونی؟ وای این به اون در. این به اون در. وای من که بازی شروع کردم کار بهتون ندارم. وای بچه‌ها سفت سیستم قلنویی. بابا این دروازه‌بان ولی جدی مکانیزم بازیت با قلنویی یکیه ها. یعنی مثلا میگی که کاش می‌دونی کمتر حرف بزن. بیشتر بازی کنی. من عقباً بیادب میشم آقا. وای بزن بره فقط بزن بره. چی بابا 10 نفر است احساس میکنم هر جا توپ میره تو میگیری. وای 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 دست نزن قربونتون چرا ناراحت میشی اینقدر سریع؟ انتقاد پذیر باش. وای 3-1 دقیقه چنده؟ دقیقه حدود 90. ولی قاعدتا نباید گل بیشتری بهت بزنم. نمیتونی چون ما بعدا میگی تیکر از برنامه در میاد. و این همه بچه‌ها زحمت که ستاپ گذاشته. بده منم. پنالتی چرا با من سوالم اینه چرا با اینکه دسته اون دست من بود من به دسته خودم دست نزدم تو محوطه جریمه من پنالتی شد به نفع اون دستم تو دست تو بود ولی دستت خورد به دسته من. بگم کجا میزنم؟ نه. بالا راست. ببین من علی موزنی نیست پور خیراندیش وسط میزنه پس علی موزنی نیست. آیتم فیفا رو بعد از تو ضبط‌ها در میارم کم کم. چون احساس کنم باعث دلخوری ممکنه بشه در نه دراز. دلخوری نیست نه واقعا که حالا بلاکت کردم نه دلخوری که اون چنان نه. وای چه عجب یه دونه رو گرفتی. دقیقه 90 ها. قیافه رو نگاه کن آخه شبیه برامن. آخرین ضربه رو بزن بهت برگردون. برگردون من با پا تمام. ببین یه سری دیگه این که دسته خرابی بود. خسته نباش. دست به من نزن. ماچم نکن. دمت چند گرم بابت شد؟ 2-1. دمت گرم بابت مخلصی. ضبط امروز. مرسی. خیلی خوش گذشت. خیلی من حال بچه‌ها دادی. بگم که تو خیلی بیشتر از این که تصور کنن که در حد 20 دقیقه و نیم ساعت و اینا تو چند روز بابت این کار زحمت کشیدی و دمت گرم. بچه‌ها خیلی دوستت دارم فدات شم. و کارهایی که داری تو سیستم انجام میدی خیلی با ارزشه براشون. قربونت برم. حالشون حالشون خوب بیاد بکنه. بیرون هم حال خودشون این طرف تو این برنامه‌های فانمون خوب شه همون ور تو مازیار قربونه. حالا محتوای این یه تقریباً بار دیگه کامل. نگیریم 2-1 به نفع آقا دمت گرم. خب، مرسی مرسی. فعلا. چاکری خدا بچه‌ها نگهدار. دوستتون دارم.